سال جاری برای کشاورزان در مرحله کیش سبزیش نشونما و حاصل بندی نهالی پخته هوا بسا مساعد آمده، همزمان نسبت به سال سپری شده به 15-20 روز پیشتر پخته رسیدن و کشاده شوی کورک ها مساعدت کرد. از اینجاست که امسال جمع‌آوری حاصل پخته نیمه دوم ماه آگوست آغاز گردیده، اولی ماه سپتامبر آن به معرکه عمومی قنوچینی حاصل پخته رسیده تبدیل یافت. تا به امروز خواجگاه سرشماری دهقانی، عائلوی و انفرادی که پخته کشت کردند، دورنمای استحصالیشان را تامین کرده به حساب عهدهداری پخته می‌سپارند. در این زمینه جماعت‌های دهات نیست که این خواجگاه‌های سرشمار در اساسیاسیون استفاده برندگان آب متحد شدند، مرای غلبه مهنتی را پی هم فتح می‌نمایند. چنانچه در ناحیه مسجد جماعت بستان تا به امروز بیش از 3823 تن پخته جمع‌آوری نموده، دورنمای استحصال این دوری گرانبها را 103% اجرا کرد. جماعت‌های مسجد، نوبهار و پالدارک باشند در عرفه اجرای نقشه قرار دارند. در ناحیه سپتامبر که تا به سنه 23 اکتبر 87.5% دورنمای استحصال پخته را تامین کرده در عرفه فتح معرکه غلبه مهنتی قرار دارد، جماعت ترسون الجبایف اولین شده به خرمن عموم 2876 تن پخته همراه کرد و نقشه پیش بینی شده را 101.8% تامین نمود. 5 جماعت دیگر نیز در عرفه غلبه مهنتی قرار دارند. در شهر کنیبادام جمعیت سهامی به نام انجام بایمت و با جمع‌آوری 812 تن پخته و حاصلناکی 35 سنتنری از هر گهتر دورنمای استحصالش را تامین کرد و جمع‌آوری حاصل ادامه دارد. در ناحیه اشت جماعت‌های آریان، افتخار و اشت دورنمای استحصال پخته را تامین کرده، جماعت‌های باقی مانده نیز در این سمت از تلاش دارند. این سه جماعت به اندازه 1146 1164 تنگی پخته جمع‌آوری کردند. در ناحیه جبار رسولوف باشد تا به امروز جماعت حیات نو با جمع‌آوری 830 تن پخته 102% نقشه پیش بینی شده را اجرا کرده. سنه 22 اکتبر جماعتی در سمت پختکاری اسمه کلانترین ناحیه جماعت غلکانداز را کشاورزانش 4080 تن پخته جمع‌آوری نموده، مرای غلبه مهنتی را سربلندانه فتح نمودند. این نشان داد از 1/3 دورنمای استحصال پخته ناحیه جبار رسولوف را تشکیل می‌دهد. امروز زرکاران دهاتی جماعتی غلکانداز سربلندانه نقشه پخته را اجرا نمودیم. ما در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان 1644 گهتر به پخته کاریده، من امروز به خرمن وطنمان از هر یک گهتر تا 30 سنتنری 4800 تن پخته را جمع‌آوری کرده سپردیم که اینم باشد 113% نقشه را نشان می‌دهد. ما حاضر کوشش کرده ایستادیم که با نمین خرمن وطن عزیزمان نمین 30 سنتنری را با 35 سنتنری میبراریم و از زیاده 500 تن با پخته را چینده به خرمن میسپاریم. در صحراها پخته حالی هست، شکفته ایستاده است. ما کوشش میکنیم که این پخته رو در بر دهقان ایستاده جمع‌آوری کرده به خرمن دولت میسپاریم. معرکه جمع‌آوری دسترنج کشاورزان ادامه دارد و با نظرداشت فراوانی حاصل در صحرا، مساعده هوا، بهره جمع‌آوری به تلفی حاصل، دهقانان و مسئولین متخصصان صحرا به میان آوردن متشکلی بیشتری کار با جلب هر چیز زیادتر سهمداران زمین و حشرجان به چینش مهم ارزیابی می‌گردد. زیرا هوای فصلی تیرماه بسا نااستوار بوده، به عمل آمدن بارشات نیز از احتمال دور نیست. از این لحاظ استفاده ثمرناک هر یک روز مساعده آفتابی به منفعت کار است.